همکارانی که این سمینار رو برگزار کردن. خیلی ممنون از اینکه ما رو دعوت کردین. تشکر میکنم از اساتید بزرگواری که تا الان سخنرانی کردن. امیدوارم که تا الان از محتوای سمینار بهره کافی رو برده باشید. سعی میکنیم خیلی خلاصه ادامه سمینار رو ادامه بدیم که زیاد وقت دوستان گرفته نشه. بنده دکتر بشر هستم، رئیس بخش تحقیقات و مرکز رفرانس هاری انستیتوت ایران. دکترای عمومی دامپزشکی هست، بعد تخصص ویروس شناسی و اپیدمیولوژی هم که دارم. خدمتتون عرض کنم که بحث ما حالا بیشتر تا الان بیشتر بحث سگ‌ها بود و اینا و بعدم حالا باز اساتید بزرگوار دیگه در مورد کنترل جمعیت سگ رو صحبت خواهند کرد. من حالا بیشتر فوکوس کار روی بیماری هاری هست. همونطوری که میدونید بیماری هاری مهمترین بیماری مشترک بین انسان و دام هست. بیشتر دلیلش به خاطر کشندگی 100%شه. یعنی متأسفانه بیماری هاری با اینکه خوشبختانه واکسن خیلی فعالی داره، ولی متأسفانه اگر این واکسیناسیون درست انجام نشه یا به موقع انجام نشه یا اصلا انجام نشه و فرد مبتلا به هاری بشه، متأسفانه محکوم به مرگ است. به همین علت بیماری مهمی هست و متأسفانه خیلی شایع است. در کشور جهان یه چیزی بوده 60,000 نفر هر سال به خاطر بیماری هاری میمیرن. بیشترین آمارش مربوط به کشور هندوستانه. تو کشور ما هم یه چیزی سابق بین 5 تا 6 انسان به خاطر هاری در سال فوت میشدن. سال اخیر مقدار بیشتر هست که حالا آمارشو خدمتتون نشون بدیم. بحث هاری از این جهت مهمه که ما یه به اصطلاح وابستگی تنگاتنگی با مسئله سگ داریم. یعنی ما در 99% از موارد مسئول انتقال هاری یا ابتلا به هاری انسان‌ها سگ‌ها هستند و بیماری هاری از طریق گزش در بیشتر موارد از طریق گزش سگ به انسان منتقل میشه. بنابراین بحث هاری در سگ، کنترل جمعیت سگ‌ها، واکسیناسیون سگ‌ها اهمیت زیادی داره که استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فصیحی خیلی مفصل صحبت کردن. من حالا بیشتر در مورد اپیدمیولوژی هاری و خود بیماری هاری، ویروس شناسی هاری صحبت می‌کنم. سعی می‌کنم در مورد ویروس شناسی هاری خیلی مفصل واردش نشیم چون ممکنه دوستان دیگه حوصله‌شون سر بره، ولی مسائل مربوط به کنترل بیماری هاری مهم هست که خدمتتون عرض می‌کنم. خب همونطور که عرض کردم یه چیزی بوده 60,000 نفر در سال مردم در دنیا به بیماری هاری مبتلا میشن. 95%شون در آفریقا و آسیا اتفاق میفته موارد هاری و 99% از موارد ناشی از سگ هست. بیماری در مناطق روستایی و فقیرنشین بیشتر اتفاق میفته. اونم به خاطر فرهنگ مردم هست و عدم امکانات. در بعضی از کشورها که سیستم ثبت و به اصطلاح گزارش‌دهی و ثبت موارد گزش و بعد درمان پیشگیری هاری رو ندارن، آمار هاری خیلی بالاست. ما در همسایگی ما پاکستان سالانه یه چیزی حدود 5,000 مورد هاری مردم به خاطر بیماری هاری فوت میشن. البته چون سیستم ثبت درستابی ندارن، آماری که میدن خیلی کم، ولی از شواهدی که پیداست اون 5,000 مورد اگر بیشتر نباشه کمتر هم نیستش. خب در آسیا یه چیزی حدود 35,000 مورد، بیشترین موردش در هندوستان هست، یه چیزی حدود 21,000 مورد هاری منجر به مرگ میشه سالانه و هزینه خیلی زیادی به دولت‌ها تحمیل میکنه. تو ایران یه چیزی حدود یه برنامه‌ریزی که مثلا یه سری آمار رو من گرفته بودم سال 2018 یه چیزی حدود 18 میلیون یورو هزینه واکسن آنتی سروم و واکسن هاری دامی، فقط این به اصطلاح 18 میلیون یورو فقط بابت این اقلامی که خدمتتون عرض کردم هزینه میشه. حالا حقوق کارکنان نمیدونم خیلی مسائل دیگر رو اونا رو در نظر نمیگیریم. به خاطر همین بیماری هاری هزینه خیلی زیادی رو به دولت‌ها تحمیل میکنه. در ایران برنامه درمان پیشگیری هاری کاملا رایگان هست و به همین علت دولت خوب داره هزینه میکنه با به اصطلاح واکسیناسیون تمام موارد گزیدگی یا حالا گزش، سعی میکنه بیماری هاری رو کنترل کنه و پایین نگه داره که البته روش منطقی نیست، ولی خب چاره‌ای هم غیر از این نداریم چون متأسفانه ما برنامه واکسیناسیون در سگ‌ها به صورت خیلی افکتیو انجام نمیشه، در حیات وحش که اصلا دیگه انجام نمیشه و به همین علت هست که ما تمام موارد گزش رو مشکوک به هاری تلقی میکنیم و واکسیناسیون در مورد اونها انجام میدیم. تقریبا هر دوز واکسن هاری یه چیزی بین 5 تا 7 یورو قیمتش هست، بسته به این که هندی باشه یا حالا اروپایی باشه و اینا
و آنتی سرم هاری هم هر ویال 300 واحدیش چیزی حدود 56 یورو قیمتش. بعد اگر یه انسان متوسط 60 کیلویی رو حساب کنیم، یک انسان اگر گزیده بشه 4 نوبت واکسیناسیون میخواد برای بار اول، 4 تا 7 یورو حالا حساب کنید برای واکسیناسیونش، به اضافه اینکه 60 کیلو 1200 واحد آنتی سرم میخواد، یعنی 4 ویال 56 یورویی هم هزینه آنتی سرم تراپی فرد میشه. یعنی یه چیز حدود 250 یورو برای یک انسان فقط هزینه واکسن آنتی سرمش هست. حالا دیگه هزینه‌های دیگر هم حساب کنید، می‌بینید که هزینه خیلی سرسام‌آوری رو به دولت به اصطلاح تحمیل می‌کنه. همونطور که عرض کردم، پاکستان یکی از کشورهای همسایه ماست که به شدت به بیماری هاری مردم مبتلا میشن. تعداد زیادی از افرادی که اونجا هستن به خاطر هاری فوت میشن. سیستم ثبت درستی نداره و آخرین آماری که دادن گفتم 570 ولی آمارش از نظر جمعیتی وقتی مطالعه میکنیم میبینید که موارد گزشش و موارد به اصطلاح اینی که افراد فوت میشن شواهد نشون میده که همون 5000 مورد درست هست. این به اصطلاح موارد ثبت شده حیوان گزیدگی در ایران هست که آقای دکتر فصیحی هم نشون دادن. همونطوری که می‌بینید موج به اصطلاح روند افزایشی داشته، تو سال اخیر روندش باز افزایش بیشتری داشته. دلایلش خیلی چیزا میتونه باشه، افزایش جمعیت میتونه باشه، به اصطلاح افزایش آگاهی مردم به بحث حیوان گزیدگی و خطرات ناشی از حیوان گزیدگی میتونه باشه، گرایش مردم به تغذیه حیوانات، نزدیک شدن به حیوانات مشکوک میتونه باشه. بر صورت اتفاقی که افتاده ما یه چیزی حدود 1401 چیزی حدود 320,000 مورد گزش داشتیم. اینا موارد ثبت شده است، یعنی موارد زیادی هم هستن که تو حتی در شهر تهران، شهرهای بزرگ هم افرادی هستن که اون نگرشو ندارن، وقتی گزیده میشن مراجعه نمیکنن برای واسه درمان پیشگیری هاری. یعنی ما حدسمون اینه که خیلی بیشتر این تعداد، ولی خب این اون چیزیه که توی پورتال وزارت بهداشت ثبت شده. اون روند افتی هم که ملاحظه میکنیم، من نمیدونم ما فکر کنم اینجا کار نمیکنه، اون روند افتی هم که ملاحظه میکنیم که سال 1399 اتفاق افتاد به خاطر قضیه کرونا بود که حالا به خاطر اینکه مردم میترسن از خونه ها بیان بیرون، با حیوانات در تماس نبودن، خب موارد گزش احتمالاً کمتر شده، یا اینکه نه به خاطر ترسشون از اینکه مبتلا به کرونا نشن نمیرفتن مراکز بهداشتی مراجعه نمیکردن، به خاطر همین موارد ثبت شده هاری کمتر شد. ولی خب سال به سال داره افزایش پیدا میکنه موارد گزش و ثبت موارد گزش و همونطور که میبینین هزینه خیلی زیادی به دولت تحمیل میکنه. این به اصطلاح موارد هاری انسانی هست از سال 1380 تا 1401. همونطور که میبینید یه فلکچویشنی وجود داره و در سال 1400 و 1401 میبینید تعدادش افزایش پیدا کرده. تعداد زیادی از موارد هاری انسانی که در ایران اتفاق میفته خیلیشون اتباع خارجی هستن. اینا افرادی هستن که در افغانستان یا پاکستان گزیده میشن و بعد اینا اون موقع خب حالا به هر علتی مراجعه نمیکنن برای درمان پیشگیری هاری. در پاکستان در بیشتر مراکزشون اگر هم مرکزی وجود داشته باشه باید هزینه پرداخت کنن و اون فرهنگ هم وجود نداره که مراجعه کنن برای درمان پیشگیری هاری. وقتی علائم هاری ظاهر میشه از مرز عبور میکنن، چون میدونن تو ایران برنامه درمان پیشگیری هاری رایگان هست، از مرز عبور میکنن میان داخل کشور و بعد خب بستری میشن و خب چون مبتلا به هاری شدن کاری هم نمیشه براشون کرد، فوت میشن و جزء آمار ما تلقی میشن. از طرفی افرادی هم هستن از اتباع خارجی بیشتر افاقنه داخل کشور هستن. اینا وقتی گزیده میشن یا فرهنگشو ندارن که مراجعه کنن یا اینکه میترسن، چون اینا خیلی هاشون مهاجرای غیرقانونی هستن، میترسن که مراجعه کنن اینا به اصطلاح چیز بشن، شناسایی بشن، به همین علت مراجعه نمیکنن و وقتی مبتلا به هاری میشن اون موقع خب مجبورن بستری میشن تو بیمارستان و بعد خب تست گرفته میشه و میبینن که ما متوجه میشیم که مبتلا به هاری هستن و جزء آمار ما تلقی میشه. البته این که عرض کردم معنیش این نیست که ایرانی‌ها نمیگیرن. چرا؟ ما همین امسال تا الان که خدمت شما هستم 7 مورد ما موارد هاری داشتیم. فکر کنم 1 موردش افغان بود، بقیه همه ایرانی بودند. از استانه آذربایجان، کرمانشاه و خوزستان و مازندران و اینا ما موارد هاری داشتیم تا الان 7 مورد. یه مورد هم هست که هنوز تو بیمارستان تو کماست و نمونه‌ای که برای ما فرستادن قبل از مرگ به درد نمیخورد. حالا ما منتظریم ببینیم که یا دوباره نمونه بگیرن
میرن یا اینکه وایسیم ببینیم که اگر بیمار خدا نکرده فوت شد نمونه مغز بر ما بفرستن ببینیم که اون مورد هم هاری، ولی میخوره که مثبت باشه. از تاریخش به نظر میاد که این مورد هم که الان توی آذربایجان بستریه اینم مثبت خواهد شد. پس میشه تا الان 8 مورد. خب بیماری هاری بیماری نوروتروپ هست، ویروس نوروتروپ هست، به سیستم عصبی حمله میکنه، از محل گزش وارد اعصاب محیطی میشه، با تقریبا با سرعت بسته به سوش ویروس فرق میکنه ولی تقریبا با سرعت 3 میلیمتر در ساعت به سمت مغز، به سمت اعصاب مرکزی و در نهایت به مغز حرکت میکنه. وقتی به مغز رسید اونجا شروع میکنه به تکثیر که حالا تو اسلاید جلوتر من راجع به ویروس شناسی هاری خدمتتون توضیح میدم. معمولا دوره کمون شارلتو خیلی از رفرنس‌ها 2 تا 3 ماه نوشتن، ولی ما مواردی داشتیم که حتی موارد خیلی دوره کمون خیلی کوتاه، یعنی موردی رو داشتیم ما در سیستان بلوچستان که یه خانومی رو سگ گزیده بود، صورتش رو گزیده بود و با اینکه واکسیناسیون هم شد ولی مبتلا به هاری شد و فوت شد. ما حدسمون اینه که دندان نیش سگ گزیده بود، اون خانومو دندان نیش سگ نفوذ کرده به سینوس‌های صورتش و اونجا دور از شستشو و سرم تراپی بود و چون خیلی به مغز نزدیک بود فرصت نداد. 3 روز بعد از گزش علائم هاری رو ما دیدیم، یعنی همکارای من توی سیستان بلوچستان گزارش کردن که 3 روز بعد از گزش اولین علائم هاری ظاهر شد. این انقدر سریع عمل کرده بود ویروس. ولی خب در موارد زیادی هم 2 تا 3 ماه دیده میشه. در بعضی از رفرنس‌ها تا 12 سال هم گفته میشه که خب اونا چیزایی که تو تکست هست و ما معمولا تو کلینیک اینا رو نمیبینیم. معمولا مثل بقیه ویروس ها وقتی که ویروس وارد بدن میشه سیستم ایمنی بدن وارد عمل میشه و یه سری علائم بیماری‌های ویروسی مثل حالت سرماخوردگی، گزگز کردن محل ضعف و یه خود کسالت و اینا هست. اینا به اصطلاح علائم اولیه است و علائم تیپیک هاری تلقی نمیشه. خیلی از ویروس‌های دیگه هم وارد بدن میشن به اصطلاح این علائم رو دارن، ولی وقتی که به مغز رسید اونجا ویروس تکثیر میکنه و بعد خب کم کم علائم تیپیک هاری ظاهر میشه، یعنی ترس از آب، ترس از نور، دیسفاژی، عدم امکان بلع، به اصطلاح نمیتونه هوا رو به اصطلاح پایین بده و اعصاب ناحیه حنجره فلج میشه، دچار توهم میشه، دچار هذیانگویی میشه و کم کم میره به سمت به اصطلاح کما و در نهایت ایست تنفسی و مغزی و قلبی و مرگ. 80% از موارد بیماری هاری خشمگین هستند. این هاری خشمگین هم در انسان هم در دام در حیوانات هم به همین صورت هست. در حالت خشمگین که عرض کردم 80% مبتلا میشن بهش. انسان در مورد انسان حالا عرض میکنم، انسان آژیته است، نمیتونه رفتارش رو کنترل کنه، حرکاتش کنترل کنه، پرخاشگری میکنه، گاهی اگر بستریش کنن ممکن دستش رو تکون بده بزنه یه چیزی رو بشکنه و اینا، ولی خب رفتارش مثل رفتار سگ و سگسانان نیست، یعنی اینجوری نیست که حمله کنه گاز بگیره کسی رو. تا الان گزارش نشده، ولی آژیته است، آرام قرار نداره و بعد مشکلات به اصطلاح بلع پیدا میکنه و علائم تیپیک هاری هم طور که عرض کردم درش دیده میشه و بعد در نهایت هم منجر به مرگ میشه، یعنی میره کما و ایست تنفسی و قلبی و به اصطلاح فوت میشه. تب داره که تب 42 درجه درش دیده میشه و معمولا 2 هفته بعد از اینکه علائم شروع شد، حد اکثر ظرف 2 هفته بعد از اینکه علائم شروع شد فرد فوت میشه. در هاری خاموش که 20% از موارد هست بیمار پارالایز میشه، یعنی فلج میشه. اینجا با بیماری‌های مثل گیلنباره اشتباه میشه. به همین علت هست که تشخیص هاری فقط از طریق تشخیص آزمایشگاهی قابل استناد هست. تمام رفرنس‌ها اینو میگن، یعنی علائم بالینی چون با خیلی از بیماری‌ها اشتباه میشه. این مسئله هم در دام هم در انسان اتفاق میفته. بیماری هاری با خیلی از بیماری عصبی چون یه آنسفالومیلیت میده و خب خیلی از ویروس‌های دیگه هم آنسفالومیلیت میدن. به خاطر همین اشتباه میشه و به خاطر همین هست که باید حتما نمونه بیاد آزمایشگاه رفرانس هاری، جایی که به عنوان آزمایشگاه رفرانس مورد تایید قرار گرفته و تست‌های تخصصی گذاشته بشه تا بتونن 100% تایید کنن که بیماری هاری هست. در فرم خاموش خیلی از علائم تیپیک هاری مثل ترس از آب، ترس از نور دیده نمیشه، بیشتر به حالت فلجی هست و گاهی وقتا کنترل ادرار و مدفوع بیمار هم از بین میره. ویروس هاری
از راسته مونونگار ویرال هست، جنس لیسا ویروس و خانواده رابدوویریده. حالا تعداد ویروس ها زیاده، من اجازه بفرمایید یه خود سریعتر میرم که وقت دوستان گرفته نشه. طول ویروس چیزی حدود 180 نانومتر، عرضش قطرش 75 نانومتر. شکل ویروس شبیه گوله تفنگ هست و آرنه ویروس هست، تک رشته‌ای و نگاتیو سنس. به خاطر پوشش لیپیدی که داره ویروس خیلی خیلی حساس هست به شرایط نامناسب محیطی، یعنی الکل، دیترجنت‌های مثل صابون اینا خیلی راحت ویروس از بین میبرن. به خاطر همین است که محل گز، شستشوی محل گزش خیلی مهمه. محل گزش چیزی حدود 15 تا 20 دقیقه هر زخم باید شستشو بشه با توسط آب با فشار بالا، آب و صابون، و بعدم ضد عفونی بشه توسط مواد ضد عفونی کننده مثل بتادین یا ترکیبات مشابه. شرایط پی اچ نامناسب ویروس از بین میبره و نور و به شدت حساس به نور هست. به همین علت است که محل گزش رو میگن بخیه نکنید. اگر زخم باز باشه شانس اینکه ویروس از زودتر از بین بره بیشتر است. ما موارد بخیه زخم رو فقط در مواردی که مجبور به بخیه، چاره‌ای نداریم، مجبوریم که بگیم که جراح بخیه کنه. مثلا فرض کنید تاندوم باز مونده باشه، استخوان باز مونده باشه، شکم باز مونده باشه، اونجاها چون اگر استخوان باز بمونه استخوان سیاه میشه، چاره‌ای نداریم، مجبوریم روشو ببندیم. در غیر این صورت ما میگیم که زخم باز بمونه تا تکلیف وضعیت مشخص بشه، نمونه اگر میگیرن مشخص بشه که اون مثلا حیوان گزنده هار بوده یا خود شخص هار شده یا خیر. این روند تکثیر مثل ویروس هاری است و خیلی سریع میگذرم. ویروس هاری جزو ویروسایی است که سلول عصبی، سلول مغزی رو تخریب نمیکنه. فوق العاده ویروس هوشمندی هست و اون روند تخریب ویروسی رو به تأخیر میندازه، یعنی اتوفاژی و به اصطلاح اتوپسی رو به تأخیر میندازه و این استراتژی ویروس هست برای اینکه سلول بیشتر سالم بمونه و پارتیکل‌های ویروسی بیشتری تولید کنه. در حقیقت روشی است برای بقای بیشتر ویروس و بعد به روش جوانه زدن از سلول خارج میشه. حدت ویروس هاری بستگی به شدت گزش داره. هر چه شدت گزش، تعداد محل گزش بیشتر باشه، ریسک بیماری هاری بیشتر هست. اتفاقی که میفته تو سلول عصبی آنسفالومیلیت میده و متأسفانه راه برگشتی نیست. وقتی تکثیر پیدا کرد به صورت ریتروگرید به سمت اعصاب محیطی و غدد بزاقی حرکت میکنه. بنابراین در غدد بزاقی، در بزاق فرد یا حیوان هار مقدار زیادی پارتیکل‌های هاری فعال هست و همین علت که هست که بیشترین روش انتقال بیماری هاری از طریق گزش هست. خب دوز ویروس مهمه، منشأ ویروس مهمه. ما مواردی رو داشتیم که حیوان هار بوده، فرد رو گزیده ولی فرد هار نشده. مثلا اینکه چه تعداد پارتیکل ویروسی وارد بدن فرد شده و شاید به اون تعدادی نبوده که بیمار رو هار کنه. شاید سیستم ایمنی بدن فرد تونسته یه جوری قضیه رو کنترل کنه، یا اینکه سوش ویروس هاری سوشی بوده که خود حدت کمتری باشه. تمام پستانداران میتونن مبتلا به بیماری هاری بشن. جوندگان تا الان ما موردی نداشتیم از انتقال هاری از طریق جوندگان به انسان، ولی همین جوندگان ما تو آزمایشگاه موش و خرگوش بهشون ویروس هاری میزنیم، هار میشن، میمیرن، ولی تو طبیعت تا الان ما گزارش نشده. به همین علت هست که دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت گزش جونده رو ما واکسیناسیون انجام نمیدیم، مگر اینکه مشکوک بشیم که فرض کنید شخص نتونسته، مثلا میگه موش منو گزیده، ما نمیدونیم آیا این موش مثلا رعت موش سرایه یا موش خرماست که اصلا اون حیوان گوشتخوار اصلا موش نیست. به خاطر همین اون موارد ما واکسیناسیون انجام میدیم، ولی در غیر این صورت جوندگان رو واکسینه نمی‌کنیم. تمام همونطور که عرض کردم تمام پستانداران میتونن مبتلا بشن، دام بزرگ، دام کوچیک، گاو، گوسفند، شتر، همه میتونن مبتلا بشن، ولی بیشترین حیوانات حساس سگ و سگسانان هستن و از طریق اونها هم هست که بیماری منتقل میشه. روبا در تمام دنیا رزروار مشخص بیماری هاری است. در بعضی از کشورها شناسایی شده مثل خود کشور خود ما یا در اروپا. در آمریکای شمالی راکون و اسکانک یه نوع راسو از راسوی بدبو هست، اونا رزروار هاری عنوان شدن. هرچند که حیوانات دیگه هم خب اونجا رزروار هستن و رزروار مهم این دوتا هم. در آمریکای جنوبی هم خفاش‌های خونخوار.
خب روش انتقال از همونطور که عرض کردم از طریق بزاق، غشای مخاطی، آروسل و پیوند قرنیه. در انتقال انسان به انسان بیماری هاری پیوند قرنیه نقش خیلی مهمی داشته. هم در ایران هم در کشورهای دیگه این اتفاق افتاده که فردی رو که مرگ مغزی شده بود، دسربله شده بود، حالا به علت فرض کنید تصادف، قرنیه‌هاشو به 2 نفر پیوند زدن و هر دوی اونها هار شدن و مردن. این روشی است که در انسان به انسان به صورت روش انتقال هاری از این طریق اتفاق میفته. خب تعریف حیوان گزیدگی: هر گونه گاز گرفتگی یا خراش توسط حیوان ناقل بیماری گزش تلقی میشه، تماس مخاطات گزش تلقی میشه و یا هر گونه تماس با خفاش. معنیش اینه که اگر داخل اتاق یه دونه خفاش دیده بشه، شخص باید بره واکسینه بشه. هرچند که ما تا الان گزارش انتقال هاری از طریق خفاش در ایران نداشتیم. چرا؟ چون خفاش‌های ایران تا اونجا که ما میدونیم حشره‌خوار و میوه‌خوار هستن، ولی چون ما مناطق کوهستانی و غارهای زیادی در کشور داریم و کشور وسیعی هست و همسایگی ما حیوانات خفاش‌های شناسایی شدن که میتونن هاری انتقال بدن و در داخل ایران هم کار نشده، بنابراین ما ریسک نمی‌کنیم. اگر موردی پیدا بشه که خفاش داخل اتاق هست، دستور واکسیناسیون. خب این آماری هست از موارد هاری در دنیا. اگه اجازه بدید من به سرعت بگذارم، چون من یادداشت دادم گفتن 10 دقیقه بیشتر نمیتونم صحبت کنم، اون موقع دادن الان که زمان کمتره. کودکان بین 5 تا 14 سال بیشتر میگیرن، جنس مذکر بیشتر، پسر بچه‌ها شیطون‌ترن دیگه، خودمونیم دیگه. پسر بچه‌ها بیشتر میرن سراغ حیونا، سر به سرشون میذارن، خب سگام گازشون میگیرن دیگه. صاحبان سگ‌ها در معرض خطر بیشتری هستن و صاحبان سگ‌های نر عقیم نشده. موارد زیاد به ما مراجعه میکنن، موارد گزش، افرادی هستن که سگ پرورش میدن یا سگای جنگی رو پرورش میدن، سگایی که با هم دعوا میندازن و اینا، در اونها موارد گزش خیلی بیشتر دیده میشه. خب سگ فک قوی داره، دندان نیش قوی داره، میتونه فشار زیادی. ما مواردی داشتیم، یه موردی داشتیم تا چند ماه پیش، یادم نیست استانش، فکر کنم آذربایجان بود، جمجمه یه بچه رو خورد کرده بود و توی اتاق عمل منتظر بودن که ما جواب بدیم ببینیم که اون سگ هار بوده یا نبوده، که به اصطلاح جمجمه رو بتونن ببندن، بتونن مثلا حالا با سیم ببندن یا نه. جمجمه بچه رو سگ خورد کرده بود. خب در سگ‌های بزرگ معمولا تو اندام‌های فوقانی گزش اتفاق میفته. سگ‌های کوچیک ضایعش ممکنه کوچیک باشه، ولی چون قدرت مانور بیشتری دارن، تعداد زخم بیشتری ایجاد میکنن، چون خیلی به اصطلاح فعال‌تر میتونه بده و اینا. گزش گربه خیلی به اصطلاح از نظر آماری تعداد موارد گزش گربه و انتقال هاری کمتر است، ولی از این نظر اهمیت داره که دندان گربه سوزنی سوراخ میکنه و ویروس رو تو عمق تزریق میکنه و دسترسی برای شستشو و واکسیناسیون و آنتی سرم تراپی در مورد زخم‌های گربه سخت‌تر است و بنابراین از این نظر گربه خطرناکتر است. معمولا دخترای جوان گزیده میشن و دستشون گزیده میشه. در مورد میمون توی چند ساله اخیر، حالا البته خود الان مواردش کم شده چون هزینه‌ها رفته بالا و دلار گرون شده، اینجور مسافرت‌ها کم شده، ولی یه دوره‌ای بود که خیلی مد شده بود، مردم میرفتن آسیای جنوب شرقی، اون منطقه خب میمونا تو پارک‌های طبیعت و اینا میمون هست. میمون حیوانیه که فوق‌العاده باهوش و کنجکاوه و مراجع میاد مثلا کیف بدزده، خوراکی از دست افراد بگیره و این موارد چون رفتارش هم رفتار خنده‌داریه، خیلی از آدما بهش میخندن. وقتی میخندین شما دندون به حیوان نشون میدید. از نظر میمون دندون نشون دادن یعنی جنگ، یعنی حالت اصلا چیزی، حالت خشم و خیلی وقتا گاز میگیره، حمله میکنه، گاز میگیره و حالا مسئله هاری جای خودش. خیلی از میمونا ناقل هپاتیت بی هستن، خیلی از بیماری دیگه میمونا ایدز هم میتونن، اچ آی وی هم میتونن بگیرن. بنابراین خیلی باید مواظب باشید اگر برخورد داشتید با میمون، تا حد ممکن باید سعی کنید که دچار گزش نشید. همونطور که عرض کردم گزش توسط انسان و معمولا گزش گاز گرفتگی توی دعواها و توی زندان‌ها و پادگان‌ها و اینا اتفاق میفته، مواردش خیلی کمه، ولی تا الان موارد هاری ناشی از گزش انسان به انسان گزارش نشده. همونطور که عرض کردم بیشترین مواردش موارد پیوند عضو بوده. یه موردی هم توی رفرنس‌ها هست که در کشور پاکستان چند سال پیش اتفاق افتاد. یه دلاکی بود که به روش سنتی ختنه می‌کرد و خب ایشون هار بود و خب هنوز علائم ظاهر نشده بود، بزاقش آلوده بود. بعد از اینکه ختنه میکرد میومد محل ختنه رو یه مقدار آب دهنش رو میوالید برای خونریزی، برای خونبندی و اینا، و از این طریق تعداد پسر بچه هار شدن و فوت شدن.
توجه داشته باشید محل گزش حالا حاری از همه خطرناک‌تره، ولی دندان حیوان و انسان به شدت آلوده است به باکتری‌های مختلف و از این طریق میتونه عفونت‌های مختلفی رو منتقل کنه به پوست و زیر پوست و داخل زخم. بنابراین بجز مسئله و قضیه کوزاز هم خیلی مهمه، بجز مسئله حاری باید به اونها هم توجه داشت و درمان مربوطه رو انجام داد. حالا حیوان چرا میگزه؟ البته آقای دکتر فصیحی خیلی مفصل صحبت کردم، من خیلی خلاصه میگم. ببینید حیوان یا در صدد حمله برمیاد یا از در صدد دفاع برمیاد. اگر به حیوان هار نزدیک بشین، حیوان هار حتی به صاحب خودش حمله میکنه چون مغزش کار نمیکنه. اون تو جزء به اصطلاح رفتار بیماریه که سگ هار به هر چیزی یا هر کسی حمله میکنه. داخل معده سگ هار شما مقدار زیادی سنگ و چوب و حتی دندانای خودش رو پیدا میکنید، یعنی هر چیزی رو میگزه و اینا دیگه مغزش کار نمیکنه که. ولی به جز اون اگر هار نباشه، اگر حیوان کتک بزنید خب اون گاز میگیره، اگر بخواید شکارش کنید یه حیوانی رو خب اون گاز میگیره یا حمله میکنه. اگر اون بخواد انسان رو شکار کنه، فرض کنید ببری، پلنگ اینا بخواد شکار کنه، باز حمله میکنه و این مورد زیاد اتفاق میفته. اینایی که چند تا سگ دارن یا مثلا یه نفر سگشون میبره، اتفاقا یکی از دوستان من 2 هفته پیش این اتفاق براش افتاد. یه دوستی سگش آورد باغ اینا، اون سگ با سگ ایشون درگیر شد، این رفت جدا کنه اینا رو، دستش مجبور شد بره واکسینات. این مورد خیلی زیاد پیش میاد و به ما هم زیاد مراجعه میشه. برای دفاع هم وقتی حیوان مادر حالت اگریسیو و حالت خشن پیدا میکنه، به حیوان مادر نزدیک بشین حمله میکنه. یا اینکه موقعی که داره غذا میخوره اگر بهش نزدیک بشین خب نمیخواد غذاشو کسی شریک بشه، حمله میکنه. به قلمروش نزدیک بشین حمله میکنه. یا اینکه حیوان مجروحه، درد داره، تب داره، اگر بهش نزدیک شما میخواین بهش کمک کنید، اون که نمیدونه که ممکنه حمله کنه. باید جوری رفتار کرد که فرد دچار گزش نشه. ما یه خانمی بود خوشبختانه حالا گرین کارتش چیز شده رفت آمریکا، ازش خلاص شد. در عرض 3 ماه 15 دوز واکسن آری زده بود. هر روز میومد، انقدر میرفت مرکز بهداشت، انقدر مزاحم اونا میشد، میگفت واکسن سگ گزیده من و اینا. اونا هم برای اینکه شر رو کم کنن یه واکسن میزدن زودتر بره اینا. و 15 دوز واکسن وقتی من گفت من اصلا تعجب کردم، تو چیزیش اینجوری بود دیگه. اینجور موارد زیاده، یعنی ما هر روز تعداد زیادی تلفن به من میشه افرادی که هی میخوان واکسن، فکر میکنن خوبه، هی واکسن بیشتر و بیشتر بزنن. خب به صورت زخم‌ها میتونن سوراخ شدگی، پاره شدگی باشن. اگه اجازه بفرمایید من اینا رو با سرعت بیشتری بدم چون وقت نیست. گزش 2 نوع عارضه به وجود میاره. یه سری عوارض فیزیکی هم چیزایی که الان خدمتتون عرض کردم، ولی یه مسئله که هست بحث عوارض روانیه. موارد زیادی هست که بچه‌هایی که گزیده میشن بعدش دچار یه فیر، یه ترسی میشن که از همه چی میترسن، یا اینکه لکنت زبان پیدا میکنن یا زبانشون بند میاد. اصلا موارد زیادی ما مقاله‌شو داریم الان می‌نویسیم، موارد زیادی از وسواس یا هیستری ناشی، مواردی داشتیم ما که یه نفر یا مثلا به صورت مشخص یا آقای دکتری که یه زمانی هم دوره رو تو انستوباسور گذروندن، پی اچ دی داره از ایتالیا، ایشون اتفاقا مال استان خراسان شمالی هم هست. این آقا این بنده خدا رو بردن شوک مغزی داده، یعنی این یه بار گزش داشت و هی میگفت من هار شدم. ماها از اون قضیه گذشته بود، اومد ما آزمایش هم کردیم، بهش هم نشون دادیم که آقا هار نیستی. با این حال اصلا خانمش داشت ازش جدا میشد. یعنی موارد این البته مورد خیلی حادش بود، ولی موارد جزئی‌تر هم داریم. افرادی هستن که بارها و بارها مراجعه میکنن با اینکه مثلا اصلا معلوم نیست اون سگی که اینو گزیده هار بوده باشه. حالا اگرم هار بوده واکسن زده خوبه دیگه، الان 2 سال 3 سال از اون قضیه گذشته. مورد مشخصی رو ما داریم الان بالای 30 ساله که دائم مراجعه، یا آقای اهل قزوینه، رجعه غلیظ قزوینی هم داره، مورد دائم تلفنی یا حضوری مراجعه میکنه، هی میگه من هار شدم. از من کار 30 سال رئیس بخش هاری نبودم، من الان 7 ساله، ولی از زمانی که دکتر فیاض رئیس بخش هاری بود این آقا میومد، هنوزم میاد که ما به نگهبانی سپردیم راش ندن تو، چون میاد مزاحم میشه، هی میاد گریه میکنه که سنی داره، الان دیگه سنش خیلی زیاده، میاد گریه میکنه میگه من هار شدم. به هر صورت خب بحث عفونت خدمتتون عرض کردم. برای پیشگیری از حیوان گزیدگی آقای دکتر فصیحی خیلی مفصل توضیح دادن، من خیلی خلاصه توضیح میدم. بحث آموزش مهمترین نقش رو داره. آموزش باید هم به بزرگسالا داده بشه هم به بچه‌ها. بزرگسالا از این نظر مهمن که حالا بعضیا که آموزش تخصصی می‌بینن، ولی تو مدارس تو اینا اگر آموزش ببینن میتونن به بچه‌ها آموزش رو انتقال بدن. خود بچه‌ها هم باید آموزش ببینن، نحوه برخورد با حیوانات، روش‌های آموزش رو حالا منم البته تو اسلایدام دارم ولی آقای دکتر فصیحی خیلی کامل توضیح دادن. خب خیلی ممنون، ببخشید دیگه اگر زیادی میگم.
خب یه مقدار این نمیدونم از سازمان دامپزشکی دوستان اینجا تشریف دارن، کسی از سازمان دامپزشکی اینجا تشریف دارن؟ ببینید اتفاقی که افتاده، من خیلی خلاصه عرض کنم، اتفاقی که افتاده اینه که چند سال پیش رئیس قبلی بخش هاری انیس پاستور با یکی از همکارا در سازمان دامپزشکی یه آزمایشگاهی رو تو تبریز راه اندازی کردن. قرار بود اون آزمایشگاه زیر نظر بخش هاری انیس پاستور فعالیت کنه برای تشخیص هاری. تفکر این بود که شبکه آزمایشگاهی برای تشخیص هاری درست کنن در سطح کشور، یعنی 7-10 تا آزمایشگاه درست کنن برای سطح کشور. این تفکر بیشتر جنبه تبلیغاتی و این بود، دکور بود، این که بیان تو تلویزیون بگن ما شبکه درست کردیم. بیماری هاری مثل کرونا نیست که هر روز هزاران نفر، صدها نفر مبتلا بشن به هاری. ما کلا در مورد هاری دامی عرض می‌کنیم، انسانی که خب تعدادش خیلی کمه. در مورد هاری دامی ما یه چیزی حدود 550 تا 650 مورد مشکوک در سال داریم. حالا بگیم یه درصد هم افزایش، 1.5 برابر هم بخوایم افزایش کنه که نمی‌کنه، ولی فرض کنید اصلا بگیم 1000 مورد میشه هفته 20 مورد، میشه روزی 4 تا نمونه. برای روزی 4 تا نمونه هیچ کی نمیاد شبکه آزمایشگاهی راه بندازه. راه اندازی آزمایشگاه هزینه زیادی رو میطلبه، نیرو، امکانات و اینا. برای چی این کارو بکنید؟ همه جای دنیا شما نگاه می‌کنی هاری یه دونه آزمایشگاه مرجع داره برای تشخیص هاری، همه جا ارجاع میدن اونجا. ما هم آزمایشگاه مرجع تو انیس پاستور 100 سال امسال 120 سال فعالیت بخش هاری انیس پاستور، 100 سال کارش اینه. اون آزمایشگاه تبریز رو بعد اینکه من سرممایز رسمی استاندارد، سرممایز بین‌المللی استانداردم، رفتم اون آزمایشگاه رو ممیزی کردم. اون آزمایشگاه هیچ چیز استاندارد نیست، هیچ مرکزی تاییدش نکرده، حیوانخونه ندارن که به موش تزریق کنن و همکاری که اونجا دارن کار میکنن ضمن احترامی که براشون قائلم تجربه کافی رو ندارن. به خاطر همین لامای گربه، نمونه‌های گربه فوق العاده کارش تشخیصش کار سختیه. یه آدم با تجربه میخواد که سالیان طولانی لام دیده باشه، نمونه دیده باشه. من تو بخش خودمون اگر نمونه میاد حتما میگم نمونه رو به من نشون بدید، چون 2 تا لام بیشتر از همکارای دیگه هم دیدم، تجربه‌ام بیشتره. لامای گربه این مواردی که آمار میدن، من بهتون قول ببینید 5 مورد پلنگ رو آزمایشگاه تبریز مثبت اعلام کرد، هر 5 تاشو محیط زیست برای ما فرستاد، همه منفی شد. ما به موش هم تزریق کردیم برای تایید، هر 5 تاش منفی شد. نمونه گربه رو بهتون قول میدم این آمار دقیقی نیست، باید حتما نمونه بیاد آزمایشگاه مورد تایید. آزمایشگاه انیس پاستور مورد تایید، ما همکار سازمان جهانی بهداشت همیشه از هر چند ماه یک بار از طریق انیس پاستور پاریس چک میشه، نمونه میفرستن، ما رو امتحان میگیرن. بنابراین آزمایشگاه تایید شده، این نمونه ها باید بره حتما یه آزمایشگاه تایید شده. اینه که آمار گربه آمار دقیقی نیست. این چیزی که میان حالا مصاحبه میکنن اینقدر آمار گربه رفته بالا، واقعیتش اینه که اینطور نیست، چون لامای گربه تشخیصش سخته، نمونه‌های گربه تجربه زیادی میخواد. به هر صورت حالا ما با همکاری سازمان دامپزشکی صحبت کردیم، گفتیم نمونه‌ها رو برای ما بفرستن، حالا به هر علتی نمیفرستن دیگه، ولی سازمان حفاظت محیط زیست مکاتبه کرده، قرار شد از بعد نمونه‌هایی که برای تبریز میفرسته یه نمونه هم برای ما بفرسته که ما هم تست کنیم. تا الان که چند موردی که فرستادن دیدیم که یه تفاوت خیلی معنیداری بین جوابای انیس پاستور و به اصطلاح آزمایشگاه تبریز. خب خیلی ممنون، ببخشید من لامام زیاد اسلایدام زیاد بود ولی متأسفانه وقت تموم شد. خیلی متشکرم.